سلام، خوش اومدیم به قسمت اول برنامه اینساید آوت. توی این برنامه میخوایم بریم برنامه ریزی کنیم برای اینکه ببینیم کاراکتر زالو باید چجوری دیزاینش کنیم و دیزاینش رو چجوری اصلا با هم دیگه پیش ببریم. پس بدون معطلی بریم سراغ اصل ویدیو. خب آقا، قبل از اینکه بریم سراغ حالا اصل توضیحات، من یه توضیحی راجع به برنامه اینساید آوت بدم که شما اولین قسمتش رو داریم میبینیم. برنامه های اینساید آوت، پلیلیست اینساید آوت ببخشید که از این به بعد بهش میپردازیم، برنامه هایی که دو قسمتیه، دو پارتیه. توی پارت اول که پارت اینسایدش میشه، من میام و براتون میگم که یه کاراکتر میخوایم دیزاین کنم، یه تصویر سازی میخوام انجام بدم، ویژوال دو یه کاریو میخوام پیش ببرم و یه همچین چیزی تو ذهنمه و یه همچین برنامه‌ای براش دارم، فلان کارا رو میخوام بکنم و اینجور چیز. خب و توی قسمت دوم این برنامه، پس این قسمت اول که اسمش اینساید، تو قسمت دومش که میشه آوت، ما باز ببخشید کارو تکمیلش کردیم و من میام براتون پروسه کارو کاملا شرح میدم که آقا فلان اتفاق افتاد، فلان کارو کردم. این ممکنه با تایم لپس باشه، ممکنه با یه سری توضیحات باشه، با یه سری توضیحات دیگه باشه، ولی عموما مثلا تایم لپس وجود داره. این کاره که مثلا توی بخش اینسایت توضیح دادم میخواستم انجام بدم، آیا جواب داد نداد چجوریه، و این به شما این کمک میکنه که بدونید آقا یه پروژه که حالا مثلا کاراکتر دیزاینه چجوری پیش میره از بیس ایدهش که تو ذهن منه، اینساید منه، تا آوت که شما دارید میبینید چجوری پیش میره. خیلی بهتون کمک میکنه به نظرم. در کل اگر که تا آخر این محتوا دیدین و دوست داشتین من درست نمیشه صدا و دوست داشتین حتما لایکش بکنید. نقطه نظری، صحبتی دارین توی کامنت ها بنویسید. اصلا شما هم با ما یه پروژه رو شروع بکنید و این پروژهتون رو مرحله به مرحله میتونید توی سرور دیسکورد من که آدرسش رو توی هم دیسکریپشن میبینید، هم اینجا نوشته میشه احتمالاً میبینید، بذارید اونجا در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم چه ایرادی داره و کارتون رو با من پیش ببرید. خیلی فکر کنم کامیونیتی جذابی بشه اینجوری. نظراتتون رو راجع به کاری که دارم انجام میدم، پروسه‌ای که دارم میرم بنویسید برام. و اگر که محتواهای من رو دوست دارین حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید. و اگر دوست داشتین میتونید از محتوای تماما رایگان من حمایت مالی بکنید که لینکش توی دیسکریپشن هست. اما کاراکتری که میخوایم بریم سراغش کاراکتر زال شاهنامه دیگه، همه میدونیم چه ویژگی هایی داره. خب من یه نظرسنجی گذاشتم توی اینستا که باز دوباره لینکش رو اینجا تو دیسکریپشن هست، اینجا هم میبینید که من میخوام یه کاراکتر دیزاین بکنم. به نظرتون کدومی که از این گزینه ها باشه؟ زال بود و دیو سپید. نظرات خیلی باحال بود. یه سری ها گفته بودن زال، بعد میپرسیدم که خب چرا زال؟ میگفتم به خاطر اینکه ما زال ندیدیم، دیو سپید زیاد دیدیم، هر کی مثلا دیزاین میکنه دیو سپید داره دیزاین میکنه و زال کم. از طرفی یه سری نشوندن دیو سپید و وقتی بهشون سوال میپرسیدم که خب چرا دیو سپید، میگفتم ما دیو سپید خوب ندیدیم و دیو سپیدا همه یا شبیه اورکای ورد آف وارکرافت میمونه یا یه سری فاز احمقانه طور داره که برمیگرده به حالا اون نقاشی‌های قهوه خانه‌ای که ما داریم، یه فاز فانی داره. اینجوری بگم احمقانه خیلی جالب نیست، مثلا صندلی میره برای خودش. و خب اکثریت با زال موافق بوده. اینو تو پرانتز بگم که من سراغ این کاراکترهای زال، دیو سپید، چه میدونم رستم، اکواندیو، اینا میرم به مرور زمان، خیلی اساسه میرم سراغش. خیالتون راحت باشه از این نظر، چون خودم خیلی دوستشون دارم اینا رو همه رو و حس میکنم که نگرش نسبتا متفاوتی بهشون دارم. حالا ببینیم چی میشه. اما برای اولی میریم سراغ زالی که من تو ذهنمه، اینساید منه، توی اون تایم پیریشه دیگه. یعنی من با زال جوان کاری
ندارم، به خاطر علاقم کلا به اون پیرمرد ایرانی با ریشای بلند و اینا. من زالو خیلی توی اون فاز دوست دارم. زمانیه که دیگه پدر شده و سن بالایی داره، خردمندی ازش میباره، چون زال برای من یه آدم خردمنده، گندالفیه برای خودش، برای من شخصا. ولی خب پیرمرد خیلی فرتوت اینجوری نیست که عصا داشته باشه نتونه راه بره و اینا. نه، زال یه پیرمرد بسیار تنومنده با قد کشیده و عضلات نسبتاً برجسته، یعنی ظاهراً پیری و شما توش حس نمی‌کنه. ریشای بلندی داره. چیزی که تو ذهنم از صورت زال شبیه به استاد لطفیه، موزیسین معروف ایرانی. یه همچین فرم صورتی مد نظر دارم براش. یکم شاید موهای کم پشتی داره ولی موها و ریشای بسیار بلندی داره و گفتم قد تنومند و کشیده‌ای هم داره و درشت هیکله. توی نگاهش یه عمق خاصی میبینم برای خودم توی این ساید خودم، عمقی که یکم همراه با غروره، همراه با یه تکبری که من خیلی خودم رو قبول دارم، ولی در این حال خردمنده، بچه نیست، تصمیم گیرنده سرسری نیست، تصمیماتش با فکر خردمندانه و عمیقه، ولی در عین حال حرفش یکیه و اون حس خشن بودن زالو میخوام توی چهرش داشته باشه. لباساشو میخوام از فرم اشکانی و ساسانی ایده بگیرم، ببینم چه جوری میشه و توی این پروسه من قطعاً از هوش مصنوعی هم کمک میگیرم. AI ابزار کمک کننده است. من یه چیزی توی ذهنم دارم، درسته، ولی ورییشن های مختلف این شخصی که تو ذهنم رو من باید بتونم ببینم. یه راهش اینه که خب من بشینم اسکچ بزنم برای خودم، وقت زیادی رو صرف کنم، ولی وقتی ابزارش هست چرا ازش کمک نگیرم. من در مورد AI یه ویدیو قبلا ساختم که دوستت خوب ماست AI، لینکشو اینجاها قطعا میبینید که چجوریه ماجرا. پس از AI قطعا استفاده میکنم. یه حرکت دیگه ای که نمیدونم جواب بده یا نه ولی دوست دارم حداقل تستش بکنم، استفاده از بخش کاراکتر سازی بازی هست. توی خب یه سری از بازی ها ما میتونیم کاراکتر خودمون رو بسازیم، اون شکلی که میخواد کاراکترمون داشته باشه رو بسازیم و این اواخر یکی دوتا بازی اومده که خیلی دست و نسبتا باز میذاره توی این بحث. یکیشون دراگونز دوگما 2 که من میخوام از در واقع این بخش اون ساخت کاراکترش، کاراکتر کرییشنش استفاده بکنم و نزدیکترین چیزی که میتونم به زال خودم خلق بکنم و ببینم سه بعدی چه جوری میشه حجم صورتش. این خب به من کمک میرسونه که من اگر زاویه های مختلفی خواستم از زال طراحی بکنم ببینم چه جوری این اتفاق میفته. پس از اونها هم قطعا استفاده میکنم. توی اون ویدیوی نهایی براتون میگم آقا از تجربیاتم با هوش مصنوعی که چجوری بود و حتی کاراکتر کرییشن بازی‌ها، چون حقیقتا هیچ جا ندیدم یه همچین دیوانگی بکنم و از کاراکتر کرییشن بازی‌ها استفاده بکنن. این استفاده هم که دارم میگم مثلا مستقیم نیست، یعنی قرار نیست من اونو بسازم بعد این کله‌شو با فتوشاپ ببرم یا بندازم رو کارم. نه، من صرفا زاویه‌ها، ریلیشن ها، اتصالات، اینا رو میخوام ببینم چه جوری میشه توی اون صورت ها و تست بکنم و کارو کاملا میخوام فرم ویژوال دیولوپری پیشش ببرم. عصایی که مثلا دستشه، چون یه عصایی میخوام دستش باشه، باز میگم عصای تیکه‌ای نیست، عصای تزئینی در واقع مقامیه که زال داره، یه همچین فرم، مثل افراد بالا رده انگلیسی توی حالا اون دورهای ویکتوریایی که حتما یه دونه عصا دستشون بود و لزومه عصا برای تکه دادن دست بهش نبود.
از اون فرم میخوام داخلش بذارم و پروسه رو کم کم پیشش میبرم ببینم چه جوریه. از نظر نرم افزاری هم بخوام براتون بگم، من قطعا روی پروکرییت و آرت استودیو پیش میرم. شاید برای یه سری فاینال تاچ ها سراغ کورل پینترم برم، ولی خیلی شایدیه این. حالا باز میگم من هنوز اصلا استارتی براش نزدم و بریم ببینیم چه جوری میشه دیگه. پس کاری که میخوام انجام بدم اینه که زالو توی تایم میان سالی و پیری تصورش میکنم. صورت کاملا ایرانی، خردمندانه، در عین حال اون ته نگاهش، اون عمق درونیش یه غرور و استبدادی هم میخوام داشته باشه. استبداد از نوع باحالش، از نوعی که حرف من یکیه ولی حرف درستیه اون حرفه. از هوش مصنوعی میخوام قطعا استفاده بکنم. نمیدونم از کدوم هوش مصنوعی، ولی بعدا مشخص میشه. از کاراکتر کریشن های بازی های دراگونز دوگما و شاید هم بالدورز گیت 3 یه استفاده هایی ببرم. بریم تو پروسش ببینیم چی میشه. این از قسمت اول برنامه اینساید آوت و قسمت اولش که برنامه اینساید میشه. دمتون گرم که تا اینجا رو دیدین. اگر که دوست داشتین، ایده بهتون داد، حتما لایکش بکنید این ویدیو رو. توی کامنت ها بنویسید که نظرتون چیه راجع به این پروسه‌ای که میخوام پیش ببرم و آیا شما هم با من پیش میاید یا نه. و کاراکترتون هم لزومی نیست زال باشه، حتما هر کاراکتری که دوست دارین باشه. این یه انگیزه ممکنه بهتون بده که با هم دیگه بیایم کار بکنیم. اگر دوست داشتیم با هم دیگه وقت تعیین میکنیم توی کامنت ها بگین آقا تا فلان تاریخ از بعد از این ویدیو، مثلا تا 20 روز بعدش کاراکتر آماده باشه، مثلا دارم میگم. و کامنتاتون خیلی به من انرژی میده. اگر همه این ویدیو رو دوست داشتین و ویدیوهای دیگه من رو دوست دارین، حتما چنل رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم لطفاً معرفی بکنید که این جامعهمون بزرگ و بزرگتر بشه. در نهایت هم اگر دوست داشتین میتونید از من حمایت مالی بکنید که لینکش توی دیسکریپشن هست. ممنون و استاد لطفی یارت.